خورشت کرفس رو به قرمه سبزی ترجیح میدم. اگه گفتی چرا، تا آخر فیلمو ببین. ساقای کرفس رو ریشاشو بگیر و خوردش کن. سبزی چی میخواد؟ نعنا، جعفری، برگ کرفس که این سه تا عطر بی‌نظیری داره. توی کپشن مقدارشو برات مینویسم. حسابی بذار بخارش خارج بشه و هیچ آبی نداشته باشه. روغن بریز سرخش کن. ساقای کرفست هم سرخ کن، بذار روغن اضافیش کشیده بشه. این دوتا رو حسابی با هم ترکیبشون کن. پیاز داغ فراوون، گوشتت باید تیکه های درشت داشته باشه. ساقای کرفس و سبزی رو اضافه میکنیم. یکم فلفل بزن. نکته کلیدیش اینجاست. یکم سبزی قرمه بهش اضافه میکنن که بی‌نظیر میشه. خورشت کرفس آب میندازه. آب خورشت رو کم بگیر. برای چاشنی بعد 2 ساعت یکم نمک، قوره، پودر گیشنیز و یکم پودر شنبلیله ریختم. 2 تا لیمو عمانی اضافه کن. بذار 2 ساعت بپزه، جا بیفته و اینجوری روغن پس بده. عجب خورشتی شد. روش پخت تو برام بنویس. یه طریق جذاب. نوش جان.